به نام خداوند بخشنده مهربان. قابیل گفت من تو را البته خواهم کشت. هابیل گفت مرا گناهی نیست که خدا قربانی پرهیزگاران را خواهد پذیرفت. اگر تو به کشتن من دست برآوری، من هرگز به کشتن تو دست بر نیاورم، که من از خدای جهانیان می ترسم. می خواهم که گناه کشتن من و گناه مخالفت تو هر دو به تو بازگردد تا اهل جهنم شوی، که آن آتش جزای ستمکاران عالم است. آنگاه پس از این گفتگو هوای نفس او را بر کشتن برادرش ترغیب نمود تا او را به قتل رساند و بدین سبب از زیانکاران گردید. آنگاه خدا کلاغی را برانگیخت که زمین را به چنگال گود نماید تا به او بنماید که چگونه بدن مرده برادر را زیر خاک پنهان کند. قابیل با خود گفت وای بر من، آیا من از آن عاجزترم که مانند این کلاغ باشم تا جسد برادر را زیر خاک پنهان کنم؟ پس برادر را به خاک سپرد و از این کار سخت پشیمان شد. قرآن مجید سوره مائده آیه 26. مؤمان یکم. دود ملایمی زیر طاقهای ضربی و گنبدی کاروانسرای آجیل فروش‌ها لمبر می‌خورد و از دهانه جلوخان بیرون می‌زد. ته کاروانسرا چند بار بر در یه پیت حلبی چوب می‌سوزوندن و گاهی اگر جرأت می‌کردن که دستشون رو از زیر پتو بیرون بیارن، تخمه هم می‌شکستن. پشت سرشون در جایی مثل دخمه 3 نفر در پاتیل‌های بزرگ تخمه بو می‌دادن. دود و بخار به هم می‌آمیخت و برف بند اومده بود. همه چراغ‌ها و حتی زنبوری‌ها روشن بود و کاروانسرا از دور به دهکده‌ای در مه شبیه بود. سمت راست دالان در حجره خشکبار معتبر 2 مرد به گرمای چراغ زنبوری روی میز دل داده بودند. پشت میز اورهان اورخانی نشسته بود و کنارش ایاز پاسبان. ایاز پاسبان پنجشنبه‌ها به حجره می اومد. روی صندلی بزرگی می شست و پاهاش رو میذاشت روی چارپایه کوچیک. عرق پیشونیشو پاک می کرد، چه تابستون و چه زمستون، و اگر صندلی بزرگ دم دست نبود روی یک گونی تخمه می شست. می گفت من با این هیکل گنده چجوری روی اون صندلی کوچیک بشینم هان؟ اگر میخواست میتونست حتی پدر رو با اون همه ابهت با 2 انگشت برداره و آویزون کنه به چنگک های سقف. صورتی گوشتالو و بزرگ داشت، با سری کوچیک و سالکی روی گونه چپ که حالا مثل بقیه صورتش چروک خورده بود. یه سیر پسته می خرید و هرچی اصرار می کردن که پولشو نده زیر بار نمی رفت. پولشو می داد، پسته ها رو مغز می کرد و کنار هم روی میز می زاشت. بعد یک بار همه رو تو دهنش می ریخت. اون وقت اورهان باید براش 1 لیوان آب خنک بیاره. پدر خیلی دوستش داشت. هم به خاطر اینکه پاسبون قدیمی شهر بود و هم برای چیزای زیادی که می دونست. شرق و غرب عالم توی مشتش بود. از هر چیزی سر رشته داشت. پدر می گفت این یک آدم معمولی نیست. و شب عید 10-12 کیلو آجیل میفرستاد در خونش و هفته به هفته مواجبش رو میداد. حالا هم که پدر از سالها پیش مرده بود، اورهان قرار هفتگی رو رعایت میکرد. اون طرف پشت پیشخون 2 کارگر جوان دست در جیب، پاپاخ بر سر، یقه پالتو رو پشت گوش داده بودن و پچ پچه میکردن. مثل اورهان و ایاز آرام و سر در گوش هم. ایاز گفت مثل شیر پشت سرت ایستادم. اورهان نمیدونست چه کنه. مردد بود. گفت توف سر بالا نباشه ایاز خان. قال قضیه رو بکن پسر. اگر گوشه کار بیرون بیفته چی؟ نباید بیفته. باید زرنگ باشی. اورهان لحظه‌ای فکر کرد. بعد نگاهش رو از ایاز دزدید. مثل یوسف؟
مگر کسی بوی برده؟ سالا گذشته و هیچ مشکلی پیش نیامده. با گوشای خودم شنیدم که میگن برادر کش. ایاز داد زد گه میخورن. مردم پشت سر خدا هم حرف میزنن. ایاز جان، این یکی چاه ویله، با سر نرم پایین. فقط بگو من رفیق پدرت بودم یا نه. اینا همه درست، اما ایاز گفت تو منو یاد پدرت میندازی. آدم هیزرگی بود. اورهان دستی به سر بیموی خود کشید. صورتش رو به چراغ زنبوری نزدیکتر کرد و گفت من هیزرگ نیستم. جرأت هر کاری رو دارم. از من پرسیدی این لکاته رو چه کنم؟ گفتم طلاقش بده. ضرر کردی؟ حالا هم میپرسی این مردکه رو چه کنم؟ میگم کلکشو بکن. پس فردا که سر و کله دخترش پیدا شد دیگه کاسب نیستی. یه وقت میبینی یه دختر موبور آمد اینجا و گفت آقا مغازه پدر من اینجاست. اورهان ساکت مونده بود. ایاز گفت حالا که کار به اینجا رسیده معطلش نکن. همین حالا راه بیفت. اورهان گفت توی این برف کجا برم؟ و بیرون رو نگاه کرد. آسمون برفی بر زمین گذاشته بود که سالها بعد مردم بگویند همون سال سیاه. نیمی از مردم به سرپناه ها خزیده بودند. نیمی دیگه ناچار با برف و سرما پنجه در پنجه زندگی رو پیش می بردن. برف همه رو وا گذاشته بود. سکوتی غریب کوچه و خیابون رو گرفته بود. لوله های آب یخ زده بود. ماشینا کار نمی کردن. در خیابونا کپه های برف روی هم تلمبار شده بود. کاسبا پیاده رو روفته بودن، اما هنوز نیم متری از بارش شب پیش روی زمین خوابیده بود. در کوچه های باریک برف از سر در خونه ها می زد بالا و مردم از زیر تونل کنده بودن و با امنیت خاطر در کانال های به هم پیوسته رفت و آمد می کردن. بلا نازل شده بود؟ شاید. بسیار زمستان ها اومده و رفته بود. بسیار برف ها باریده بود، اما هیچ کس به یاد نداشت چنین برفی رو. و کلاغ ها شهر رو فتح کرده بودند. بر هر درختی چند کلاغ. در خانه هم بودند. با آسودگی روی تارمی ها و نرد ایوان می شستن و ور می پریدن. خونه ای که دیوار بلند و قرنیز های گوشدار و پنجره های دولایه داشت. سرد و بیروح زیر برف از یاد رفته بود. سقف اتاقهای بالا شکم داده بود. بوی تعفن از سالها پیش در طبقه پایین مونده بود. بیون که آدمی در اون باشه یا چراغی بسوزه. یا اقلن کسی برف پشت بومو بده پایین. حباب لاله های مردنگی سر در هم شکسته بود. زمانی هم بود که مادر بود و از کندی آرد می آورد. خمیر می کرد و در تندیر وسط آشپزخونه نون می پخت. آمیزه ای از دود خوشبوی نان و چوب لوله می شد و از اجاق بیرون می زد. و وقتی نون در می اومد مادر 6 قرص نان در دستمالی می پیچید که برای عمو صابر بفرسته. آیدین و اورهان سوار بر فرقون 5 اسبه سوی خونه عمو صابر می شتافتن و زن عمو صابر خوراکی های خوب تو جیبشون می ریخت. زمانی بود که پدر وقتی از پله ها بالا می رفت دستش رو به نرده های لوله‌ای می گرفت و می شمرد. 21. اونجا پاپاقش رو بر می داشت و به جا رختی آویزون می کرد. پالتوش رو می کند و می تکند و می آویخت و شلوارش رو دستمال می کشید، اما آویزون نمی کرد. در اتاق زیر تشک چشم می خوابوند که صبح وقتی پوشید خط شلوارش خرب و زر و قاچ کنه. یک خواهری هم بود که اسمش آیدا بود. اون پشت و پسله ها تو آشپزخونه یا انباری با درد روماتیسم می ساخت و می سوخت و سوخت. و حالا در سکوت و سرمای مانده اتاقها اورهان نبود که بخزه زیر لحاف چرک مرده و خیال کنه میتونه راحت بخوابه. نه، همه آدم ها مرده بودن و این آخری. ایاز گفت کلک این یکی رو هر جور شده باید کند. پس معطل چی هستی؟ کجاست؟ مثل همیشه قهوه‌خانه شورابی.
توی این برف؟ بچه عربستان که نیستی. بچه اردبیل با برف میاد. تازه شایدم مرده باشه. نه، میدانم که زنده است. از کجا میدانی؟ بعد از 10 روز چجوری زنده است؟ اورهان با قاطعیت گفت آیدین زنده است. من باور نمی کنم که بمیره. دیروز فهمیدم که یک دختر 15 ساله داره. فهمیدم که شناسنامش دست آنهاست. اگر زنده باشه فردا 1000 تا مدعی داریم ایاز. پس برو. من مثل شیر پشت سرت وایساده اما آب از آب تکان نمیخوره. نگاه نکن که من پیر شدم. من هنوز ایاز پاسبانم. اورهان به فسفس زنبوری گوش سپرد و به دختری فکر کرد که 15 ساله است و موهاش بوره و یه روز میخواد بیاد. ایاز سرش رو خم کرد و به صورت اورهان زل زد. قارداش تزل. اورهان ساکت بود. ایاز گفت من اگر جای پدر خدا بیامرزت بودم همان سالا که آیدین کلش باد داشت و شاعر بازی در می آورد می بردمش سرحداد ردش می کردم برود. اورهان گفت پدر ازش می ترسید. تو هم می ترسی. نه من نمی ترسم. من دلم نمی آمد. هفته پیش اگر رفته بودی حالا هیچ غمی نداشتی. آدمیزاد باید بگوید آب و بخورد. بگوید نفس و بکشد وگرنه مرده است. پاپاخش رو به سر گذاشت. ایستاد. دکمه های پالتوش رو به ترتیب از پایین به بالا بست. صاف و مرتب. اون وقت با تحکمی انگار به مادون گفت چه میکنی؟ اورهان به خود اومد. سر بلند کرد و گفت میروم. ایاز پا کوبید. مثل من بلند شو برو. و رفت. و یادش رفت مواجب هفتگیش رو بگیره. یا شاید نخواست. و اورهان رو در بحت سنگینی واگذاشت. و چه تنهایی غریبی به آدم دست میده. سحر میکنه. مبهوت مثل یک کوه. اما میشد ماند. لحظاتی بعد درست سر ساعت 2 بعد از ظهر اورهان نتونست به رسم عادت حساب دفتر روزنامه رو وارد دفتر کل کنه. هرچند که میخواست حسابها رو ببنده. با تشویش اسکناسهای دخل رو شمرد و در جیب شلوار فرو کرد. دفترها رو در چارچوب چرتکه گذاشت و یادش رفت اونو در کشوی میز بذاره و درش رو قفل کنه. اما پاپاخ رو فراموش نمی کرد. تابستان و زمستان سرش بود. موقع کار اونو روی میز میذاشت و بعد که میخواست بره برمی داشت. برداشت به سر گذاشت و دکمه های پالتو رو بست. با نگاهش چرخی در حجره زد و بیون که شاگردها رو به کاری واداره گفت مرخصید. ایستاد که شاگردها ظرفای غذاشون رو بردارن و برن. لحظه احساس کرد باید چیزی رو برداره یا کاری انجام بده. اما هرچی به دور و بر نگاه کرد و به ذهنش فشار آورد یادش نیومد. باد زنبوری رو خالی کرد و از حجره بیرون رفت. در رو از بالا و پایین قفل زد و همه جا رو خوب پایید.